سلام مخاطبین گرامی. در این ویدیو می خواهیم به شیوه گفتن عبارت دقیقه 90 در زبان انگلیسی بپردازیم. ما در زبان دری برای اشاره به لحظه پایانی باقی مانده از پایان یافتن چیزی از عبارت دقیقه 90 استفاده می کنیم. جالب است بدانید معادل این عبارت در زبان انگلیسی به نحو متفاوت بیان می شود. معادل عبارت دقیقه 90 در زبان انگلیسی at the 11th hour است که اگر به صورت کلمه به کلمه ترجمه شود به صورت در 11مین ساعت خواهد بود. اما این عبارت در واقع به همان معنی دقیقه 90 یا دقیقه آخر یا لحظه آخر است. به دو مثال توجه کنید. If you don't want to be stressed, don't do things at the 11th hour. اگر می خواهی استرس نداشته باشی کارها را در دقیقه 90 انجام نده. They solved the problem at the 11th hour. آنها در دقیقه 90 مشکل را رفع کردند. خب دوستان عزیز، به پایان درس امروز رسیدیم. اگر درس امروز مورد قبولتان قرار گرفته باشد لطف نموده چینل یوتیوب ما را سابسکرایب و صفحه فیسبوک ما را نیز لایک نمایید.